یوسف پیامبر، اولین سیگمای جهان، سریالی که بچگی دهن ما رو سرویس کردن باهاش و هر جا میزدیم داشت پخش میشد. دوباره پخش شده ولی این بار ترند شده و محبوبیت خاصی به دست آورده و کلی آدم ازش میم و ادیت و سیگما در آوردن. امروز تو این ویدیو میخوایم این سریال رو بررسی کنیم که چطوری بوده و چه ویژگی‌هایی داشته، خوب بوده، بد بوده، تو چه کشورهایی پخش شده و سوتیای این سریال رو بگیم. این سریال ایرانی که هر سال پخش میشه و دهن ما رو تلویزیون باهاش سرویس میکنه، در اصل یکی از بهترین کارهای سینمایی ایران و کم سریالی نیستش برای خودش. این سریال به کارگردانی فرج الله سلحشور در سال 2009 یا 2010 یا همون 1388 خودمون ساخته شد و همون سال از شبکه یک صدا و سیما پخش شد. یعنی موقعی که هممون یا بچه بودیم یا تو موز بودیم. فیلمنامه این سریال سال 1382 تموم شد. تو همون سال خواستن بسازن و فیلم برداریش کنن که به خاطر کمبود بودجه چندین ماه تأخیر افتاد. سال 1383 فیلم برداری شروع شد که بازم طبق معمول به خاطر نبودن بودجه تأخیر خورد تا بالاخره 1386 فیلم برداریش تموم شد. مدیر سابق روابط عمومی گفته بود که هزینه ساخت این سریال 12 میلیارد تومان بود که 6 میلیاردش رو صدا و سیما و بقیه‌اش رو شهرداری تهران و وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران پرداخت کردن که بعداً کارگردان این سریال فرج الله سلحشور زد زیرش رو تکذیب کرد و گفت که بودجه کلی سریال 7 میلیارد بوده. این سریال چون سریال خفن و خوبی بوده زمان خودش فقط تو ایران پخش نشده و تو کشورهای ترکیه، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان هم پخش شده که بعدتر صدا و سیما گفت که این سریال تو 60 کشور دنیا بیننده داشته و خب زمان خودش اوپنهایمر بوده برای خودش. سریال یوسف پیامبر زمانی که اومد همون زمانم خیلی خفن بود و همه هایپ بودن دربارش، اما الان بعد چندین سال دوباره ترند شده و کلی ادیت سیگما و نخوندم و این کارا انجام نمیدن که اونم همش برای حرکت یوسفه که به زلیخا گفت نمیخوامت برو، که البته یه میم دیگه هم ترند شده با اون فرعونه دستشو تو دست همه بعد به زلیخا هم گفته نه. بگذاریم این سریال جزو سریال‌های خوب ایرانه، ولی حتی داخل فیلم‌ها و سریال‌های خارجی هم سوتی هست. قطعاً هم داخل یوسف پیامبر ما هم سوتی خواهد بود. حالا اگه بخوایم بریم سراغ اولین سوتی باید برگردیم به قسمت 19، اونجایی که یوسف بدبخت رو میندازن زندان، بعد میره زندان، اونجا با همه زندانی‌ها رفیق میشه، داداشی میشه، بعد بهشون میگه آقا این کثافت دونی که دارین زندگی میکنین تمیز کنین، این چهار سوایی که این تو هستین رو زندگی کنین حداقل. اونا میان اوکی شروع میکنن تمیزکاری کردن، اما توی این صحنه مثلا می‌خواستن کثیف بودن زندان رو نشون بدن و کثیف بودن رو با چی نشون میدن؟ با موش فاضلاب، با موش خرمایی‌های گنده زشت همستر آوردن تو سریال گذاشتن. یعنی این همستر خودش موجود گوگولیه، کیوته، کوچولوه، بی‌آزاره، کثیف نیست. بعد تو سریال یوسف پیامبر میخوان کثیفی رو نشون بدن، همستر آوردن. بعد همسترهای بدبختم میزنن که اصلا کار درستی نیست. ادیتور شما هم نذار، احتمالاً یوتیوب بهمون گیر میده که در کل نمیدونم حالا یا اون سالی که میساختن فرق بین موش و همستر رو نمیدونستن یا مردم رو خر فرض کرده بودن که میگفتن آره داداش مردم فرق بین موش و همستر رو که نمیفهمن، ما موش نداریم همستر میاریم راحت‌تر هم پیدا میشه. خیلی جالب بود واقعا. صوتی بعدی تو قسمت 41 سریال یوسف پیامبر وجود داره که تو این قسمت بنیامین و برادرش برای گرفتن گندم به مصر و پیش یوزرسف میرن، اما اگه به این صحنه پشت سرشون نگاه کنید یه چیز سفید از پشت تپه رد میشه که اون چیزی نیست بجز بهروز مادر یه ماشین شخصی بلند سفید که تو این صوتی از دست فیلمبردار پنهون مونده و همینجوری تو سریال گذاشتنش و هر بار شما این سریال رو پلی کنید این قسمت یه ماشین گاز میده میره. صوتی بعدی سریال بازم تو قسمت 41 بوده، زمانی که حضرت یوسف برادرای خودش دعوت میکنه تا باهاشون صحبت کنه. یه دیالوگ با بنیامین داشته که اون در مورد برادر گم شدهش صحبت میکرده، بعد همزمان دوربین دست یوزرسف رو نشون میده که خالی روش نبوده و تا بنیامین میگه که برادر من یه خال رو دستش داشت، یهو یه خال رو دست یوزرسف هم ظاهر میشه. تازه این صوتی تو کل سریال هم بوده و تو کل سریال خالی وجود نداشته و فقط همون لحظه و تو همون سکانس پاز دادن گیلمور اومده با مداد یه نقطه کشیده رو دست یوزرسف رفته. مسخره. این صوتی میدید. صوتی بعدی خیلی زایی است. تو قسمت 28 سریال یوسف پیامبر زمانی که پودیفار از دنیا رفت و خواستن تابوتشو با کشتی به اونور نیل ببرن و صوتی عجیب این سکانس اینجاست که زمانی که کشتی حرکت میکنه اون پشت یه قایق موتوری معلوم میشه که دو نفر با تیشرت و شلواری نشستن دارن تخمه میخورن. یعنی خداوکیلی فیلمبردار چطوری اینو ندید؟ این صوتی توی سریال مونده و شما هر بار بزنید قسمت 28 میتونید قایق موتوری رو ببینید و ایسترک از آینده داره. توی قسمت 26 این سریال هم وقتی خوابگزاران نتونستن تعبیر درستی از خواب پادشاه داشته باشن و جلوی یوسف شکست میخوردن، فشاری میشن و تصمیم میگیرن یکی از خوابگزاران رو بکشن و تو رود نیل بندازن که تو این صحنه میبینیم به اصطلاح جسد داره نفس میکشه، تکون
میخوره و اینا که آقا اوکی تا حدی قبوله. اما تو فریم بعدی داداشمون یه جوری تکون میخوره و نفس میکشه و قفسه سینش بالا پایین میشه که انگار 3 پرس کوبیده با دوغ محلی زده خوابیده. داداش من خب 5 ثانیه نفستو حبس کن ازت فیلم بگیرن بعد اینجوری نفس بکش. بعدش هم خدای فیلمبردار چی کشیده بود که متوجه نفس کشیدن این جسده هم نشده بود. فقط هم همین داداشمون تو این فریمه. یه سوتی دیگه هم هست که اینو دیگه ایرانی‌ها پیدا نکردن، عربا پیدا کردن. عربا چرا پیدا کردن؟ چون این سریال در تمام کشورهای مسلمان داره پخش میشه و عربا اینو دیدن که اینجایی که مردم دارن راه میرن، این خانم محترم با یه کیف چرم مدرن زمان حال داره حرکت میکنه اون بغل، بعد از جمعیت ها اومده بالاتر وایساده قشنگ دیده بشه که نمیدونم دیگه زایه است. هیچ کی چک نمی‌کرد این سریالو قبل پخش. حالا سریال یوسف پیامبر به غیر از سوتیایی که داشت یه سری حاشیه‌های عجیب و غریبی زمان خودش داشت. مثلا از کارگردانش بنده خدا شکایت کردن، خدا بیامرز. یه بنده خدایی به اسم شهاب الدین طاهری اومد گفت ببینید من سال 1381 یه کتاب نوشتم، آقای سلحشور که اومده این یوسف پیامبر ساخته از من دزدی کرده، این کتاب کل سریال از اون کتاب من نوشته. بعد کلی با هم دعوا کردن، کلی دادگاه کشی. سال 1391 فهمیدن یارو دروغ میگفته، یعنی دادگاه اعلام کرد که تقلب و دزدی داخل فیلمنامه صورت نگرفته. یه سری انتقادا و هیت هایی هم توسط یه سری افراد مرد ستیز که حالا اسمشون میدونید صورت گرفته، گفتن که وای شما داخل این سریال چنگ همسری اومدین ترویج دادید، که اون زمان آقای سلحشور برداشت گفتش که در تاریخ بوده، من فیلم تاریخی ساختم. خب به شما چه؟ خب بوده، تو کتابا و مکاتب الهی نام بوده. همین الان تو بعضی کشورهای مسلمان چند تا همسر دارن، به اونا گیر نمیدی، میای به من گیر میدی به خاطر اینکه تو ناراحت نشی گریه نکنی و نذاریمش تو سریال. میذاریم تو تاریخ هم بوده، زورت هم به تاریخ نمیرسه، بیا برو مزاحم نشو، خدافظ. سریال یوسف پیامبر 56 تا بازیگر اصلی داشته و 150 تا بازیگر فرعی که یه سری انتقادا هم بوده، گفتن که داداش این نقش فرعیا خیلی مصنوعی بازی میکنن ها، کلا دیالوگاشونو مثل ربات میگن، بیا عوضشون کنین 4 تا آدم از تئاتر بیار درست میگن. ولی فرج الله سرحشور گفت ول کن بابا اوکیه، مردم چی همون رو ادامه داد. بعد میبینیم که بعضی از کاراکترها واقعا خیلی خشک بازی میکنن برعکس بازیگرای اصلی که خیلی خفن بازی میکنن. دیشب داشت تلویزیون نشون میداد، یکی میزنه تو گوش یوسف، بعد میگه آی دستم، بعد یارو ایرج ملکی بازی میکرد، میگه وای دستم درد گرفت، ای خدا وای، ای بنده خدا بد بازی میکرد ایش. خب دوستان، سریال یوسف پیامبر رو دربارش ویدیو ساختیم. من نمیدونم چرا ترند شده، چرا بعد این همه سال چرا الان با یوسف پیامبر ترند؟ انقدر هیچی داخل سوشال میدیا وجود نداره که سریال شبکه آی فیلم ترند میشه. اوکی سریال خفنی یا سریال اوکیه، چرا ترند شده؟ یکی به من توضیح بده چی شد که یوسف پیامبر ترند شد؟ ما به کجا رسیدیم؟ یعنی کی فکرشو میکرد تو ایران بعد واقعیه یا کیکه یوسف پیامبر ترند شه؟ من میرم خودمو در نیل خفه کنم، اسکلت بیاد شو بخی. من اسکلت حقو هستم و امروز اومدم با یه فکت شما رو از نادانی در بیارم. میدونستین هر باری که شما پرک میزنین یه نفر یه جای دنیا میمیره؟ تا یه روز دیگه یه فکت دیگه شو بخی. یه توضیح بدم که شما پرک میزنین دلیلش نیست که اون بمیره، یعنی در همین قد طول میکشه تا یکی بمیره.